ابوسهل بیژن ابن رستم الکوهی منجم بزرگ ایرانی در قرن 4 هجری قمری است. او در منطقه طبرستان دیده به جهان گشود. سال ولادت او سال 330 هجری قمری بوده است. او در دربار آل بویه عزت و احترامی شایان توجه یافت. وی در شیراز و بعدها در بغداد 2 رصدخانه بزرگ تأسیس کرد. رصدخانه بزرگی که در بغداد ساخت تا مدتها تحسین دانشمندان را برمی‌انگیخت. از علل علو و مقام علمی او باید به پروراندن شاگردی بزرگ چون شیخ الرئیس بوعلی سینا اشاره کرد که در ریاضیات و نجوم مدتی از محضر رستم الکوهی بهره ها برده است. وی علاوه بر آنکه منجمی بزرگ به شمار می رود، در ریاضیات نیز از برترین صاحب نظران بود و اختراع پرگار تام را باید مهمترین دستاورد ممتاز او دانست. ابوریحان بیرونی ضمن ستایش از کوهی به سبب آنکه در هر 2 دانش ریاضی و نجوم از سرآمدان روزگار خود بود، اختراع پرگار تام را نیز مورد تمجید قرار داد